اگر میخوای اینجوری مثل من توی بتل و مولتی حسابی بتر کنی، همه رو وان شات کنی، پس تا آخر ویدیو با من همراه باش که 4 تا اتچمنت خفن براتون گذاشتم که یکی از یکی بهتر و قرار حسابی بتر کنی. سلام رفقا و داداشای گلم، من عباسی هستم. امیدوارم حالتون حسابی خوب باشه. اومدیم با اتچمنت خفن و جذاب گان بیوای 15 که قرار حسابی بتر کنیم و 4 تا اتچمنت براتون گذاشتم که یکی از یکی بهتر رو میخوام قشنگ تا آخر هم تو مولتی بتر کنیم، هم تو بتل بتر کنیم و کل مجموعین همه رو بزنیم وان شات کنیم و قرار حسابی هم دوره هم کیف کنیم. اول بریم یه چند تا کامنت های شما رو بخونیم، بعدش هم بریم بهتون نشون بدیم اتچمنت اول. و همینطور که میبینید دوست عزیزمون برامون نوشته داداش اتچمنت AK47 هم بذار. چشم، اتچمنت AK47 هم براتون میذارم. و بعدی نوشته که داداش عباس بنازم خیلی خفنی، بهترین یوتیوبری ان شاءالله 100 شدن، لطفا بی زحمت گان M13 برام بذار. این گان توی این سیزن قوی شده، خدا وکیلی. گان M13 چند تا سیزنه که قویه، من خودم باش حسابی کیف میکنم. گان M13 براتون میذارم. بعدی نوشته داداش عباس لطفا اتچمنت QQ9 هم بذار، دمت گرم، باهات عشق میکنم عزیز منم با شما عشق میکنم، خیلی عزیز دلمی و حتما براتون QQ9 هم میذارم. بچه شروع کردیم به گذاشتن اتچمنت خفن و هر اتچمنتی که شما بگید براتون میذاریم. فقط کافیه توی کامنت ها برامون بنویسید. خیلی از شما گفته بودید M4 بذار براتون گذاشتم و الان گفتید بیوای 15 بذار براتون گذاشتم. اصلا من اینجام که برای شما ویدیو درست کنم، ویدیو خفن درست کنم، هر چی شما میخواید. پس تو کامنت ها برام بنویسید، به صورت انگلیسی هم بنویسید که ثبت بشه و لایک هم فراموش نشه. بنویسید، لایک هم بزنید، دمتون گرم. این لایکاتون به من خیلی انرژی میده و کامنت انگلیسی هم که میذارید باعث میشه کامنتاتون پاک نشه و مطمئن باشید براتون تک تک اتچمنت خفن هر سیزن رو میذارم تا حسابی کیف کنید و لذت ببرید. بریم کامنت آخرم بخونیم که برام دوست عزیزم نشه داشت عباس وارزو موبایلم ویدیو بذار. چشم، وارزو موبایلم براتون گذاشتم ویدیو که میتونید برید ببینید. دیروز پیروز به من گفتید ویدیو بذار و من خیلی سریع همون روز براتون وارزو موبایل رو گذاشتم و آموزش نصبش رو بهتون گفتم که زیر 1 دقیقه بتونید وارزو موبایل رو نصب کنید و حسابی کیف کنید و لذت ببرید با بازی کردن باش. بریم اتچمنت اول رو ببینیم. اتچمنت مخصوص کسایی که تازه میخوان شروع کنن، یعنی به قول خود مبتدیان، و اینو گذاشتم برای اون دوستان عزیز. چرا گذاشتم؟ چون که موبایلی که نسبتا خوبی داره و دقتش هم نسبتا خوبه، رنجش فوق العاده عالیه، اما یه چیز نکته‌ای داره اینه که خشاب زیادی میخوره و برای کسایی که میخوان داخل بتل یا مولتی چون تیرشون زیاد هدر میره، قرار حسابی با این بتر کنید و تیرتون خطا رفت نگران نباشید تا تیر خشابو عوض کنید بیان نمیاد بزننتون بتر کنید. نه، اینو گذاشتم برای شما مبتدی عزیز. و اتچمنت خفن دیگه هم تا آخر ویدیو براتون میذارم، 3 تا اتچمنت دیگه که هر کدوم برای یه سری از افراد هستش و آخری که خدای اتچمنت هستش و خودم ازش استفاده میکنم برای پرو پلیرها و کسایی که دوستان پرو پلیر بشن و حسابی قراره بتر کنن با اون اتچمنت. و ویدیویی که دارید میبینید همون اتچمنتی هستش که من دارم باش کار میکنم و فوق العاده است، یعنی اتچمنت حرف نداره. بچا یادتون نره حتما برام کامنت بذارید دوستان چه اتچمنتی براتون بذارم تا سریعتر اون اتچمنت رو براتون بذارم. مثلا درخواست بیوای 15 خیلی زیاد بود، به خاطر احترامی که به تک تک شما دوستان عزیز داشتم اومدم اون اتچمنت بیوای 15 رو براتون گذاشتم. بریم اتچمنت بعدی. این اتچمنت مخصوص کسایی که دوستان سرعتی بزنن، هی موومنت بزن این ور اون و سرعت بالا داشته باشن و با این سرعتشون حسابی انمیا رو گیج کنن و بتره کنن. اتچمنت خیلی خفنه. این اتچمنت رو بذارید رو گاناتون، مخصوصا توی مولتی ازش استفاده کنید. شما که دوست دارید سرعت بازیتون بالا باشه و با این اتچمنت حسابی میتره کنید و لذت میبرید توی بازیتون. اصلا همینه، اینکه از بازی کردن تو لذت ببرید و حسابی کیف کنید، تو این رقابتی که هستید هم پیروز بشید. اما جایی نرید همینجا باشه، میخوام یه اتچمنت خفن دیگه بهتون نشون بدم که این اتچمنت رو خودم نچیدم، حقیقتا دارم بهتون میگم و از یه فرد خارجی برداشتم و خیلی اتچمنت خفنی. 3 تا دیگه اتچمنتی که میخوام بهتون نشون دادم، 2 تاشو و یکیشم آخر ویدیو بهتون نشون میدم خودم چیدم که اون آخری حسابی گاده و رو دستش نیست. همین الان دارید ویدیوشو میبینید، خیلی خفن و جذابه. اما الان میخوام بهتون یه اتچمنت نشون بدم که از یه فرد خارجی برداشتم که واقعا اتچمنت باحالی. من گیم پلیش هم دیدم، واقعا اتچمنت جذاب و باحالی بودش و حسابی میتونید باش بازی کنید، حسابی کیف کنید و حسابی همه رو بزنید. اتچمنت وان شات هم هستش. قبل از اینکه بریم اتچمنت رو ببینیم حتما همین الان این ویدیو لایک کن، یه کامنت انگلیسی هم برام بزن که لایکت نپره، داره لایکا رو میپرنه داداشم یوتیوب. از شما لایک کردید حتما یه دونه کامنت انگلیسی هم بذارید و بچا سابسکرایب کنید. اگر اولین بار میاد کانال ما ویدیو ما رو میبینید سابسکرایب کنید که کلی اخبار خفن کال آف دیوتی موبایل رو توی کانالمون گذاشتیم
گذاشتیم، اخبار سیزن 11 که هنوز نیومده رو براتون گذاشتیم، خبرهای سیزن 10 رو گذاشتیم، گردونه سیزن 10 که گردونه نیمار و گردونه مسی بود و ویدیوشو توی کانال گذاشتیم که خیلی گردونه خفنی. اون گفتم اتچمنت های مختلفم قرار براتون بذاریم که اتچمنت M4 رو گذاشتیم، اتچمنت BY 15 هم الان گذاشتیم و قراره در آینده اتچمنت های خفنی که شما دوست دارید رو براتون بذاریم تا بدید واسه از اون اتچمنت ها بازیتون رو بهتر کنید و وقتی شما بهتر باشید، شما بازیتون بهتر باشه، منم کیف میکنم. چرا کیف میکنم؟ به خاطر اینکه وقتی میرید با پلیرهای عربی، پلیرهای خارجی و اروپایی بازی میکنید و میزنیدشون، وایستون رو باز میکنید، قشنگ باهاشون صحبت میکنید، کلمات محبت آمیز بهشون میگید و اونا چی؟ اونا میبینن که داداشم از یه ایرانی خوردم. این من کیف میکنم. این اتفاق گفته خدایی کیف میکنم. من دوست دارم کامیونیتی ایران پیشرفت کنه، پینگا خوب بشه، همه چی عالی بشه. حالا پینگا بهونه نمیکنیم ولی همین چیزی که میتونیم، فقط میتونیم گانامون رو خوب کنیم، نمیدونم بازیمون رو بهتر کنیم، این چیزایی که از دست خودمون برمیاد و انجام بدیم تا بازیمون روز به روز بهتر بشه و بتونیم پلیرهای خارجی رو بزنیم، قشنگ پرچم ایران رو بکشیم بالا، حسابی کیف کنیم، حسابی لذت ببریم وقتی پرچم ایران میره بالا. حالا پینگا نمیتونیم کاریش کنیم، البته یه سری دوستان هستن که نمیدونم چیه شانس دارن اینترنت خوب دارن، هر چیزا پینگاشون خیلی خفنه، بالا کاری نداره، اونا استثنا هستن. ولی دوستان شما عزیزای دلم، شما خفن و مخصوصا ویورای عزیزم حتما بتونن همه پلیرهای خارجی بزنن، از دم درو کنن که باعث افتخار من. دمتون گرم. بریم اتچمنت بعدی رو ببینیم که اتچمنت سوم است. گفتم بهتون اتچمنت خارجی هستش و من خودم این اتچمنت رو نچیدم و گیم پلی شو دیدم، اتچمنت خفنی براتون گذاشتم. اتچمنت اصلی اتچمنت چهارم هستش که خودم براتون چیدم، اتچمنت گادی که آخر ویدیو بهتون نشون میدم. بریم اتچمنت سومم ببینیم که من دیدم خارجی خیلی خوب داره با این اتچمنت میزنه و البته اونم یکم بازیش خوب بود برای پرو پلیرها. این اتچمنت خیلی خوبیه و مطمئنا اگه باش بازی کنید حسابی لذت میبرید، حسابی نیمیا رو میزنید، از دم تیغ میتر کنید. اینم اتچمنت وان شاته و من خودم وقتی دیدم نزدیک بود به اتچمنتی که خودم میچینم، به خاطر همین براشتون گذاشتم تا شما هم بتونید از این اتچمنت خفن استفاده کنید. بریم سراغ اتچمنت اصلی، گان اصلی که ببینیم گیم پلیش رو، ادامهش رو ببینیم که گیم پلی خفن. داداشم یکی پشت دیگری همه رو درو میکنم با این اتچمنت عالی که خودم چیدم، یعنی رو دستش نیست واقعا، تو کل کامیونیتی بگرده رو دستش پیدا نمیکنه. اتچمنت BY 15 داشتم عباسی و قرار حسابی برید داخل مولتی و بتل بتر کنید و توی جفتش همه رو وان شات کنید. برید این اتچمنت رو بچینید، اگر وان شات نشید بیاد به من بگید، ناموسا برید بچینید، حسابی کیف کنید، لذت ببرید با این اتچمنت. و گفتم آرزو من اینه که شما روز به روز بازیتون بهتر بشه و حتما سابسکرایب کنید. اگه سابسکرایب نکنید لایک رو یادتون نره، داداشم لایک رو بکوبا، اگه تا الان لایک رو نکوبیدی همین الان لایک رو بکوب. اینم از اتچمنتی که تا الان منتظرش بودیم. برید این اتچمنت رو بچینید و حسابی کیف کنید. روی دست این اتچمنت اصلا پیدا نمی‌کنید، خدا وکیلی. BY 15 عزیز منه واقعا، تا الان دیگه داشتم با این اتچمنت همه تک تک انمیا رو میترکوندن. توی مولتی و توی بتل هم میتونید باش حسابی کیف کنید، به خاطر اینکه تایم ویدیو طولانی نشه دیگه بتل رو نذاشتم. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. حتما این ویدیو لایک کن، اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، زنگوله هم بزن. تا ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدارت.